اینک داستان خود را از بختیاری ها آغاز می کنیم. هلهله مرد بختیاری فرمان آغاز کوچ است. این فرمان سکون چادرها را در هم می پیچد. کوچ جستجوی چراگاه است برای رمه و گریز از بهمن زمستان و گرمای تابستان به سوی سرزمین هایی که پناهشان دهد. در جستجوی سبزه و علف رمه را به پیش میرانند، چشمی نگران به دنبال ندارند و پیوند خاطری به گوشه‌ای که ترکش میگویند. بختیاری ها دو تیرند، 7 لنگ و 4 لنگ. در پاییز به قشلاق می روند. زمانی بیش از 25 روز آنها را به دشت خوزستان می رساند. این راهروی بیشتر با پای پیاده برگزار می شود. در ستیغ کوه ها گذرگاهی برای خود می سازند. مرد بختیاری متوسط القامه، 4 شانه و چهره‌ای آسیب دیده از ضربات گرما و سرما دارد. چابک سوار، ورزشکار و تیرانداز است. با همه خشونت و سرسختی مردانش، تواضعی در برابر زیارتگاه‌های مقدس دارد. مرزبوم آنان کوهستان بختیاری است. کوهستانی که در دنباله زاگرس میان اصفهان، کهگیلویه، دزفول و لرستان ایستاده است. کارون از سوی و زایندرود از سوی دیگر آبیار این سرزمینند. زرد کوه، سفید کوه، سبز کوه با نامهای رنگینشان رهگذری در رهنوردی بختیاری اند. و فاصله بین کوچها پرداختن به زندگی تازه و آرامی است در دامنه‌های سبز خرم.